اگه یه شب پدر بزرگت گفت دیگه نمیخواد بخوابه، نباید مجبورش کنی. اون خسته نیست، فقط داره تبدیل میشه. قانون اول، همیشه چراغا رو روشن نگه دار. خودش میگه نور باعث میشه چیزی که داخلشه آرومتر رشد کنه. توش موزه ماما، موز. اگه چراغا شروع به چشمک زدن کردن، موافقت. زود قایم شو، چون اون فقط تو تاریکی بیدار میشه. یا حضرت عباس! قانون دوم، بعد از 12 شب نباید بهش غذا بدی. ممکنه هوس گوشت خام کنه. اگه بهش بدی شاید بعدش دلش بخواد یه تیکه از تو رو هم امتحان کنه. قانون سوم، اگه خواست تلویزیون رو روشن کنه. یه همه خوشتی یه جا نیده بود. خوشتی. اجازه نده، چون وقتی روشن شه دیگه هیچ وقت اونو نمیبینی. اگه شروع کرد به من لق زدن، فقط تشویقش کن. اگه بهش بگی آروم باشه عصبانی میشه و گازت میگیره. قانون چهارم، اگه اسمت رو با صدای یکی دیگه زمزمه کنه یعنی خیلی دیر شده، دیگه نباید سعی کنی نجاتش بدی. چون وقتی بخوابه چیزی که بیدار میشه پدر بزرگت نیست و باید زود از اونجا فرار کنی.